خب قبل از اینکه ادامه صحبت هامون رو در بحث آسترولوژی ادامه بدیم، من مجبورم که یک تعداد صحبت ها و توضیحات رو در خصوص علم منسوبات که از رشته های علم نجومه برای شما مقداری صحبت بکنم، توضیح بدم. ببینید، در آسترولوژی و به خصوص در آسترولوژی هندی، خب که دیگه بورس شده، الان همه دنبال این هستند، خب و به طب منسوبات بیشتری داره، چون نفرات زیادی رفتن به این سمت و نظریه پردازی های زیادی شده در این رشته. به طب سعی میکنم که ابتدا با این منسوبات شروع کنیم بحث خودمون رو، و این به 3 بخش تقسیم میشه. خب حتما یادداشت کنید در دفتر خودتون که فراموش نشه. یک، منسوب بندی نسبت به خونه هست، خونه ای که در چارت ما 12 تا خونه داریم و هر کدومش یک تعداد منسوب بندی داره. خب پس شد یک خونه که در اصطلاح نجوم آسترولوژی بهش چی گفته میشه؟ منسوبات که مربوط به خونه هست بهش گفته میشه باهاوا. خب دومین بحثی که در نجوم آسترولوژی مورد منسوب بندی قرار میگیره برجه. ما 12 تا برج داریم در منطقه البروج که نسبت به چرخش اینها در خونه ها منسوب صادر میشه که به این هم راشی گفته میشه در آسترولوژی. خب و بخش سوم اون مربوط به سیارات میشه و یا کواکب میشه که به اونها گراها گفته میشه. خب پس 3 تا حرف شد: یک خونه، 2 برج، 3 سیاره. و هر کوکبی در یک برجی یک شرف داره، یک حبود داره، یک حالت قوت داره که حالا قرار اینا رو با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. و قرار گرفتن حالت چرخشی بروج و سیارات و قرار گرفتن اونها در خونه ها چی میشه؟ باعث ایجاد احکام نجومی میشه. خیلی راحت، خیلی ساده. پس ما 3 تا مؤلفه داریم برای احکام نجومی. یکی خونه است، یکی برجیه که از بروج 12 گانه در حال چرخشه، و یکی هم سیاراتیه که حالا ما بیشتر روی 7 سیاره قدیم و 2 سیاره خیالی با هم صحبت خواهیم کرد.